أين الرجال؟ بسم الله والحمد لله. به نام الله ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسانی بود که به ایشان پیروی کردند. شهادت می دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. امروز ما آیید کلمه 14 برنامه امان که آن کلمه تولا می باشد صحبت خواهیم کرد. و یقول سبحانه، الله متعال در قرآن فرمود از آنها رو گردان و کسی تو را ملامت نخواهد کرد. اینچنین در سوره مائده الله می فرماید دوست شما تنها الله، رسول او تعالی در سوره ممتحنه نیز می گوید قومی را که الله بر آنها غضب نموده است به دوستی نگیرید. غیر از این او تعالی در سوره مائده می فرماید کسی که الله، رسول او و مؤمنان را به دوستی می گیرد پس هر آینه حزب الله پیروزمند است. کلمه تولا دارای دو معنا است. معنای یکمی آن روگردانیده می باشد. از این رو معنای تولا عنهم از آنها روی گردان، از بحث با آنها دور شو می باشد. ابو سعود در تفسیرش می گوید تو آنها را بارها دعوت نموده بودی لیکن آنها رو گردانیدند. الله گفت از آنها رو گردان و کسی تو را ملامت نخواهد کرد. یعنی اگر تو بعد صرف تمام قوتت برای تبلیغ رسالت آنها را به حال خودشان واگذاری کسی تو را ملامت نخواهد کرد. كما هو حاصل اليوم مع حكام المسلمين. همه این را در عین زمان مشاهده کردن ممکن است. ما به حاکمان کشورهای اسلامی بارها رسانیدیم، از آنها طلب کردیم که توسط تطبیق شریعت با نازل کرده های الله حکم رانده از کافران طلب یاری نکنند و مسئولیت را به دوش خود بگیرند. ولی افسوس پس از پند و یادآوری باید آنها را به حال خود واگذاشت، زیرا این در روز قیامت در نزد الله عذر خواهد بود. شاید به راه حق بازگردند. بعد آنکه ما برای آگاه کردن آنها زحمت زیاد صرف نمودیم ولی نصیحت به آنها تأثیر نکرد، لازم است که آنها را ترک کرده برای طلب یاری به مسلمانان به خصوص به اهل قوه مراجعت نموده دعوت را همجایه باید برد. لأننا نريد حاكما نتولاه. چون که ما چنان حاکمی را میخواهیم که ما به او اطاعت کنیم در حالی که او به الله و رسول او صلی الله علیه و سلم اطاعت کند. ما میخواهیم که او در کارهای خیر یاری رسان باشد، از منکر دور شده به نکوکاران نزدیک و از کافران دور باشد. این همه درباره معنای یکمی این کلمه بود. در خصوص معنای دومی آن باید گفت که آن به مضمون دوستی کردن استفاده می شود. الله فرمود که در برابر الله و رسولش صلی الله علیه و سلم را به دوستی گرفتن باید مؤمنان را نیز به دوستی گرفت. او تعالی در سوره مائده فرموده است دوستی شما تنها الله، رسول او و مؤمنان هستند که نماز را ادا نموده زکات را میدهند و پیوسته رکوع میکنند و هر کی الله، رسول او و مؤمنان را به دوستی گیرد بداند که محض حزب الله غالب خواهد شد. امروز ما را خیلی ضرور است که مسئله دوستی و همدیگر فهمی را درک کنیم، این مفهوم را در حیات خود تجسم کنیم و از هر چیزی که به کفر و شرک ارتباط دارد دور شویم. در برابر این کوشش کنیم که به آن چیزی که به اخلاص و ایمان و اعمال نیک ارتباط دارد نزدیکتر شویم. ما از الله میپرسیم که به ما در حال نظر اندازد که ما متحد گشته یکدیگر را کمک میرسانیم تا زیر پرستاری الله، رسول او و مؤمنان به هم آییم. اینچنین از الله میپرسیم فرارسی آن روزی را که از نفوذ و حکم فرمایی کافران نجات یافته و حکمرانی او برمیگردیم تیز آند. تماشابینان گرامی، اگر خواهید که نوارهای ما زود و بردوام برآیند پس زیر کردن تکمچه لایک را فراموش نکنید. البته در شبکه ما ابونه شوید و ویدیوهای ما را به دیگران برسانید، زیرا رساننده مثل عمل کننده صاحب مکافات میگردد.